والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. پیش از که دشمن خود بتونه دوباره تنظیم کنه، دیگه قوای پراگنده خود انسجام ببخشه و در فکر کدام کار باشه، دیگه خدا توفیق نصیب کنه ما و شما بتونیم دشمن ضربه محکمی بزنیم، حالتی رو به وجود بیاریم که اولا دشمن اگر خدا توفیق داد بتونیم که دوباره نابود کنیم، قوتای خود دوباره در کابل داخل کنیم و در صورت کمی با یک قدم پایین ترترش حداقل دشمن به این متقاعد بسازیم که جنگ راه حل در افغانستان نیست و دشمن به این متقاعد شود که بیا سر میز مذاکره بشینه، دست از جنگ بکشه و پاکستان و باقی کشورهایی هم که در رقبش هستن به این نتیجه برسن که دیگه جنگ راه حل در افغانستان نیست، با جنگ نمیتونن هیچ چیزی را حل بکنن و به این ترتیب زمینه از این مساعد شود که جلو جنگ و خونریزی در افغانستان گرفته شد. چند نکته مثبت است. اول یک، افکار مردم کلن آماده است. وقتی که بسطها موسفید بخواه که سلاح بگیره در برابر طالب بجنگه، بسطها زن و مرد آدم آماده باشه، باور کنی اگر در دوران روس قدر آماده کنی. پشت هر تاریکی یک روشنی است، به اصطلاح یک چیز خود ما. پشت هر جنگ یک روشنی خود شد. نه نکنی ها گوش با خدا فهمیدی دیگه اینمی جنگ دوامدار است دیگه. اینمی از روزی که خداوند اینمی رو چیز اینو در افغانستان اینمی جنگ شروع شده، اینمی یکی پشت سر دیگه و یکی از روزی که طالب میای بعد از طالب بس نه pas سفید بزنی بود pas سفید بزن تو میگی بیدیم آفرین نه نه ها خوش کم میده یک چیز خب میگی اینا مجاهدین طالب مجاهدین چی میگی J'aime ces instants où tout dérape. Il espère que tu arrives au but, c'est-à-dire qu'un jour il y aurait la paix, que tu puisses venir. Que je puisse venir avec en touriste. Oui, en touriste avec tes enfants. Autour de nous, les hommes s'impatientent. Massoud prend son temps, raconte un souvenir du temps de la guerre contre les soviétiques. بالاتر چشمه سوی چشمه را بخوره بودیم خب چشمه کس خیلی همین چشمه این تپه را بالا شد ما به چشمه کجا؟ یک کمی بالاست رفتیم بالاتر چشمه کجاست بالاست خدا سوزش شروع شد خلاصه نزدیک نماز صبح او رو فرقای کو رسیدیم اونجا که چشمه پیدا شد